فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه ما از سردشت سوال کردن، البته چند تن دیگری از بیننده ها نیز سوال های مشابه همین سوال را دارن. سوال میکنن که خانومی که همسر داره متأهل هست با مرد دیگری رابطه تلفنی داره، حکم ای چی هست؟ خانم شوهر داره و رابطه تلفنی با مرد دیگری، بله. شاید جرمی از خودش مخفی نیست، از خودی او پوشیده نیست و همگی میدانن، حتی دنیای غرب هم میداند که کسی که زنی که شوهر داشته باشه روابط نامشروع و غیر اخلاقی او با دیگر زنها یکی از جرمها است که بارها در مورد رئیس جمهورهای امریکا و کشورهای دیگری که هیچ به دین و اخلاقیات هم پابند نیستن، این موضوعات باعث صدمه های سیاسی و اجتماعی بزرگی با اونها شده. بله. اما در اسلام عزیز و دین مقدس اسلام تمام انواع روابط نامشروع و غیر اخلاقی، بلکه روابطی که نوع شباهت با موضوعات غیر اخلاقی داشته باشد نادرست است. قسمی که الله تبارک تعالی می‌فرماید که ایها الذین آمنوا لا تقربوا زنا. مسلمانان به زنا نزدیک نشوید. علما و مفسرین رحمهم الله میگویند که مطلب از امر به نزدیک نشدن نیست که هر آنچه شما را به زنا میکشاند و شما انجام او به زنا بوده باشد، شما از او خود را نگه بدارید. پس این هم یکی از دروازه های شیطان هست برای وارد کردن به جریمه زنا، و مدخل زنا هست که زنای زبان، زنای گوش و زنای چشم از طریقی برای فعلا صورت میگیرد.